دوستان و همراهان نازنین سلام. همونطور که در تصویر دیدین امروز میخوایم با نخود جوان زده هموس درست کنیم. همینطور که همتون میدونین هموس یک پیش غذای عربی لبنانی هست که الان در همه کشورهای دنیا مورد مصرف قرار میگیره، مخصوصا در کشورهای خاورمیانه خیلی طرفدار داره. فرقی که هموس امروز با دیگر هموس‌ها داره اینه که از نخود جوان زده شده میخوایم در این هموس استفاده کنیم. میدونید که جوان دار کردن حبوبات مخصوصا نخود فواید بیشماری داره. برای این منظور ابتدا نخودها باید برای چند بار شستشو داده بشن. شستشوی چندین باری نخود باعث میشه گرد و غبار و آلودگی ها از سطح نخود پاک بشه، وگرنه در طعم نهایی غذا طعم مطلوبی نخواهد داشت. پس از اینکه نخودها رو کامل شستیم، نخودها رو آبکش کرده و آب تمیز روی اونها میریزیم و به مدت 24 ساعت داخل آب قرار میدیم. آبی که برای شستشو و خیساندن نخود استفاده میشه باید آب معمولی باشه، نه آب سرد نه آب گرم. در طول مدت 24 ساعتی که نخودها رو خیسوندیم چندین بار باید آب نخودها تعویض بشه که بوی زهم نگیره و باعث خرابی نخودها نشه. 24 ساعت بعد نخودها رو داخل آبکش ریخته، آبشون که خارج شد داخل ظرف تمیزی ریخته و با حوله نمناک روی اونها رو میپوشونیم. حالا به مدت 2 روز اجازه میدیم نخودها جوونه بزنه. در طول این 2 روزی که نخودها در حال جوانه زدن هستن، نخودها رو به هیچ عنوان به حال خودشون رها نکنید. حتما چندین بار نخودها رو شستشو بدین و حوله تمیز روی اونها بپوشونین و حوله رو حتما خیس کنید. مخصوصا اگر در فصل تابستون میخواین نخود رو جوانه دار کنید، این توجه باید بیشتر بشه، وگرنه به زودی نخودها خراب خواهند شد. بعد از 2 روز جوانه زدن نوبت جوشاندن نخودها میرسه. ابتدا نخودها رو آبکش کرده با آب معمولی اجازه میدیم به مدت 1 دقیقه بجوشه. بعد از 1 دقیقه جوشیدن آب اون رو خالی کرده، کف اون رو شسته دوباره آب میریزیم و اجازه میدیم این بار کاملا نخودها پخته بشن. پس از اینکه نخودها کامل پخته شدن پوست نخودها رو جدا میکنیم. همونطور که ملاحظه کردید نخودها پخته شدن، بعد از خنک شدن پوست نخودها گرفته شد و داخل ظرف میکسر ریختم. حالا به نخودها نمک، فلفل سیاه، زیره، روغن زیتون، ارده و در نهایت آب لیمو رو اضافه میکنیم. دقت داشته باشید که نخودها در حین استفاده باید خنک شده باشن. حالا چرا در این هموس از نخود جوانه دار شده استفاده کردیم؟ همینطور که میدونید جوانه دار کردن نخود خواص بیشماری داره. یکی از این خواص آبرسان بودن قوی نخود هست که باعث میشه موها آبرسانی بشه و به این علت ریزش مو رو کاهش میده. همچنین باعث میشه کپک و شوره سر کم بشه. نخود جوانه زده شده باعث میشه آکنه و جوش در صورت کم بشه. خونساز مقوی هست و برای قلب بسیار مفیده. نخود جوانه زده باعث میشه زخم‌ها سریعتر التیام پیدا کنن. همچنین باعث میشه پوست جوانتر به نظر برسه. به خاطر فیبری که داره برای معده و سیستم گوارش بسیار مفیده و همچنین باعث کاهش یبوست خواهد شد. همونطور که ملاحظه کردید سیر و آب باقی مونده از پخت نخود را هم به مواد اضافه کردیم. در برخی از رسیپی ها از یخ برای درست کردن هموس استفاده میشه، اما شما میتونید به جای یخ از آب نخودی که در داخل یخچال خنک کردین استفاده کنید. نخود همچنین منبع بسیار عالی پروتئین هست، خونساز هست و برای کلسترول بسیار مفیده. نکته بسیار مهمی که باید بهش اشاره کرد اینه که
جوانه‌دار کردن نخود، همچنین جوشاندن در 2 مرحله نخود باعث میشه نفخ نخود از بین بره. همین مواد رو با هم میکس کردیم و به این غلظتی که میبینید رسیدیم. دوستان ممنون که همراه ما بودید. با عضویت در کانال باعث رشد کانال خواهید شد. بی نهایت سپاسگزارم از شما.